اگه فیل‌ها نبودن چه بلایی به سر زمین می اومد؟ آیا زندگی برای انسان بدون فیل‌ها ممکنه؟ فیل‌ها یکی از حیاتی ترین گونه‌های حیوانات در اکوسیستم‌های طبیعت هستند و نبودن اونا میتونه تأثیرات جدی و گسترده‌ای بر روی محیط زیست و حتی زندگی انسان‌ها داشته باشه. در ادامه توضیح میدم که اگه فیل‌ها منقرض بشن چه اتفاقاتی ممکنه برای زمین بیفته. تغییرات شدید در اکوسیستم‌های جنگلی و علفزارها. نقش کلیدی فیل‌ها به عنوان مهندسان محیط زیست. فیل‌ها به مهندسان اکوسیستم معروف هستند چون تغییرات بزرگی در محیط اطراف خود ایجاد می‌کنند. اونا با خرد کردن درخت‌های کوچیک فضای باز برای رشد گیاهان تازه ایجاد می‌کنند. نبود این فرایند باعث رشد بیش از حد گونه‌های خاصی از گیاهان میشه که اکوسیستم رو از تعادل خارج می‌کنه. گونه‌های حیوانی کوچکتری که به علفزارها و فضاهای باز برای تغذیه یا تخم‌گذاری وابسته هستند با مشکل جدی مواجه میشن. فیل‌ها با حمل دانه گیاهان به مناطق دورافتاده از طریق مدفوع خود باعث گسترش تنوع گیاهی میشن. نبود فیل میتونه جلوی این پراکندگی طبیعی رو بگیره و رشد بسیاری از گونه‌های گیاهی به طور کامل متوقف بشه. این امر در نهایت بر زنجیره غذایی و تنوع زیستی تأثیر منفی میذاره. سومین موردش خشکسالی و کاهش منابع آب طبیعیه. فیل‌ها در طول حرکت خود چاله‌هایی حفر می‌کنن که به نگهداری آب برای دیگر حیوانات کمک می‌کنه. همچنین مسیرهایی در جنگل‌ها و علفزارها ایجاد می‌کنه که دسترسی گونه‌های کوچکتر به آب و غذا رو تسهیل می‌کنه. بدون وجود فیل‌ها بسیاری از گونه‌ها ممکنه در اثر کمبودی منابع آبی نابود بشن. چهارمین موردش افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ایه. فیل‌ها در مناطق جنگلی آفریقا و آسیا با خوردن برگ‌ها و کند کردن رشد سریع جنگل‌ها به تعادل کربنی کمک می‌کنن. نبود فیل‌ها میتونه به رشد بیش از حد گونه‌های خاصی از درختان منجر بشه و از طرف دیگه منجر به کاهش گیاهان کم ارتفاع بشه که دی اکسید کربن بیشتری جذب میکنن. این روند باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای در جو میشه. نبود فیل‌ها باعث بالا رفتن دمای زمین میشه. ممنون میشم با لایک و کامنت از این کانال حمایت کنید.